ماینکرافت اما بازی خیلی آسون شده. یعنی چی؟ یعنی من همون لحظه‌ای که وارد بازی میشم کلی آیتمای خفن تو دستمه که میتونم با همین آیتما خیلی سریع بازی رو تموم کنم. هدف منم تو این ویدیو اینه که اندر دراگون آخر بازی رو بکشم و بازی رو در کمترین زمان ممکن تموم کنم. خب بدون هیچ معطلی بریم سراغ شروع ویدیو. خب آقا ما اصلا این چیه؟ اینا چی ان تو دست من؟ فایرورک؟ واسه چرا الایترا اومد تنمه؟ چرا بلیزراد؟ آقا بلیزراد همین الان بلیزراد دارم. چقدر جالب میشه دو برابرش کرد. من این همه بلیزراد میخوام چیکار؟ آقا خیلی خلاصه بهتون بگم همین الان میتونیم بریم اندر دراگون رو بزنیم. خیلی ساده، سرتون هم درد نیارم. و ببینم چی مثلا نکنین اصلا وقتی خودت مثلا میزنی سرش این چند برابر میشه، مثلا جاش عوض نمیشه، چند برابر میشه. یک استاک هم ابسیدیان و کلی آیتم های خفن ندرایتی و افکت هایی که رومون داره. یه افکت قلبه و یک افکت کم نشدن جون و یک افکت اسپید ماینینگ که عالیه. من میتونم در کم ترین زمان ممکن بازی براتون تموم کنم. خب آقا بذار کم مثلا چی بریم الان، بعد کم چوب بکنیم. ببینم الان اینم از 5 تا چوب، یه دونه کرافتینگ تیبل داریم اینجا. من داخل سایدش که بودم گفت مثلا اگه دیرتا رو کنارم بذاریم ممکنه آیتم خفنی داره. من واقعا تست کنم ببینم، گفته بود دیرتا بذاری کنار هم کلی آیتم خفن میده تو وبسایت. بذار تستش کنیم ببینم چیه داستان. خب بذاریم وسط. What the محال ما بمیریم با این وضع. آقا همین الان 19 تا این چند گل لامپ نمیره بزنیم برابرن. بلیزر رو تبدیل کنیم به یه دونه یا عالمه آیه فندر میتونم الان خودم درست کنم. این از 16 تا آیه فندر و کلی هم اندر پل دستم دارم. ببینم الان یه عالمه تلپورت میتونم واسه من بی نهایت تلپورت. کدوم طرف ما خب بریم؟ ببینم به این طرف. یعنی ما اگر این طرف رو دنبال کنیم خیلی سریع پورتال شکست که نگاه ما یه دفعه چی پرد میکنیم همون از دفعه اول میشن. خب آقا بریم طبق روش‌های قدیمی در سریعترین زمان ممکن خود پورتال رو براتون پیدا کنم. از اینجا ویدیو رو کات میزنم برام که پورتال رو پیدا کنم. A few moments later. خب آقا بالاخره اون مکانی که استرانگل هستش رو پیدا کردم و الان دقیقاً اگه زیر خودم بکنم به استرانگل میرسم. دوستان من روش خاصی دارم که نکنید من اگه بخوام وایسم دنبال استرانگل بگردم خیلی طول میکشه تا بتونم خود پورتال رو پیدا کنم. اما یه روشی دارم که میتونم خیلی سریعتر و راحت‌تر خود پورتال رو پیدا کنم، نه استرانگل رو. و بریم به کجا میرسیم؟ چقدر سریع میکنه. بفرمایید دیگه بهت گفتم. بیا همه هم توی زمین میکشه. چقدر جالب. این مورد دست نگردم من. بفرمایید. خب یه اسپانر اینو خراب کنیم الان پورتال رو کامل کنیم که بریم سراغ اندر دراگون. خب اینم از اینم از آخری و اینم از پورتال. داخل چند دقیقه فکر نکنم که تو من رسیدم اینجا. خب بریم که اینو بزنیم برابردن و بپریم داخل پورتال. خب آقا بالاخره رسیدیم داخل الان باید با این اندر پلک داریم یه تلپورت خیلی ریز به کجا میرسه؟ خورد به اینجا. الان باید پرواز کنیم با الکترا و بریم تک اون چیزایی که اون بالا است و کریستال با بالا بارجا رو بزنیم. خب پرواز کنیم. اینم از تیرکمون، اینم از این وایسا اینم از اون بذار. خب اینم بزنم. وایسا من یکم بدبختش اینه که سری میاد پایین نه هیچ مشکلی نداره. خب بذار یکم پرواز کنیم از اینم از این و یکم نزدیک بخوریم به دیوار. این از این و الان فقط 3 تا دونه دیگه مونده که اون 3 تا دونه هم بزنم تموم میشه. خب وایسا یکمی فایرورک بزنیم و خیلی ایزی داخل اینم بیارم. نه فقط این 2 تا مونده که اون 2 تا هم بزنم تموم میشه داستان. بذار به روش‌های قدیمی کاری اینم براتون در بیارم. اینم از این داخل ترای دوم براتون اینم زدم.
حالا بریم سراغ اون که برادر میخوام همه دمیج میده. ببینیم یه دمیج همه تونه با یه ضربه همه تونه. بریم سمت این طرف. اینم از این. یا اینجا وایسین رو ببینم و همین رو از این گوشه خیلی تر و تمیز بزنیم. بیا اینم با ترای اول واسه میزنم. الان نوبت خود داداشمون اندر دراگونه که بعد الان اونو بزنیم. بدون اتک مثلا اتک چه اتک نمیخوره، دمیج نمیخوره. ذاتی رو بزنمش با تیرم که نمیشه طبق معمول بزنیم. ببینم چرا داستان چی من نمیفهمم. چرا دمیج نمیخوره اصلا. من باید همین تیر کمون بزنمش. تیر شانه آها یه دونه تیر دیگه یه تیر. اینم از اندر دراگون. اینم از این. تمام شده بازی تموم شد. اینم از اندر دراگون و خیلی سریع اندر دراگون بود. اینم بزنیم و اینم از تخم اندر دراگون که